موضوع این برنامه هوای تازه در مورد حفاظت از پلنگ ایرانیه. در این قسمت با کارشناسی آشنا میشیم که سالها به صورت تخصصی در مورد پلنگ مطالعه و فعالیت کرده و دستاورد کارش تدوین یک برنامه عملیاتی برای حفاظت از پلنگ ایرانی. ایشون تا حالا کتاب‌های بسیاری در این مورد نوشتن، مقالات بسیاری منتشر کردن و سفرهای بسیاری هم به اقصا نقاط کشور و دنیا داشتن برای تحقیق در مورد پلنگ. نتیجه کارشون هم امروز تهیه و تدوین و اجرای طرح ملی حفاظت از پلنگ در کشوره. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم خانم دکتر سانحی. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. من دوستم خیلی سریع برم سر سوالاتم. شما سفری داشتید، سفرهایی داشتید به کشور مالزی که ظاهراً توی یکی از این سفرها هم یه گربه جنگلی کشف کردین که تا قبل از اون نمیدونستن در مالزی که این گربه رو در طبیعتشون دارن. یه مقداری از این سفراتون توضیح میدید؟ والا من برای پایان‌نامه فوق لیسانس هم در واقع رفته بودم مالزی، یعنی من فوقم و حالا دکترا هم مالزی بود. خب پایان‌نامه فوقم هم در همون جنگل‌های مالزی در جنگل آیرهیتام، یکی از جنگل‌هایی که یعنی کار می‌کردن جنگل آیرهیتام بود. حفاظت شده بود اون جنگل؟ یعنی در واقع تحت حفاظت بود. بعد خلاصه دوربین گذاری که میکردیم، حالا سری اولی که ما دوربین گذاشتیم همین گروه جنگلی رو عکس گرفت که حالا من که تازه وارد این منطقه شده بودم نمیدونستم که مثلا در این کشور مثلا این به گونه هنوز ثبت نشده، ولی بعد که عکس‌ها رو بررسی می‌کردیم و اینا خلاصه بعداً متوجه شدیم که این گونه ثبت نشده و گزارش رو بعداً دادیم و ثبت شد. ولی در واقع یه قسمتی از پایان‌نامه من بود که پایان‌نامه‌ام در مورد پلنگ بود، یعنی پلنگ مالزی. Ini. Naik bukit, naik bukit. Yang pernah ke bawah tu. Ujung-ujung dah, besar. Tak jalan benar. Yang buat kat atas ni. ما در مورد پلنگ خودمون تو ایران چقدر اطلاعات داریم؟ خب ما در مورد پلنگ در ایران طی 14 سال گذشته در واقع بیس اطلاعات خوبی رو تونستیم تهیه بکنیم با که حالا ادارات کل محیط زیست کلیه استان‌های کشور، مجموعه افرادی که در پورتال تخصصی پلنگ ایرانی عضو هستن و خلاصه افراد محلی که مثلا علاقه‌مند هستن به این موضوع و همکاری میکنن، همه تو این جریان سهیم بودن و رابطه گورستانان و استان‌های مختلف و مجموعه اطلاعات خوبی رو تونستیم تهیه بکنیم که امروز برنامه عملیاتی پلنگ ایرانی که در واقع تهیه و تدوین میشه بر اساس این مجموعه اطلاعاتی که ما برای این گونه تونستیم تهیه بکنیم. من فقط اینو یه بار بپرسم، ما از 14 سال پیش تا حالا در مورد پلنگمون اطلاعات داریم؟ بله. یعنی هر استانی، هر منطقه‌ای که ما حضور این جانور و پلنگ رو داریم ما ازش اطلاعات داریم. انقدر زیر ماشین رفتن، انقدر شکارچی زده، انقدر به هر دلیلی حالا تلفات بوده، دیده شده، مشاهدات، اینا همش وجود داره. نه کنین من به طور دقیق بخوام بگم اطلاعاتی که الان دست من هست، یعنی بیس داده هایی که دست من وجود داره، ما تو 2 تا دوره 4 ساله مطالعات پرکنش پلنگ رو، عوامل تهدیدش رو، میزان تلفاتش رو ثبت کردیم و حالا موضوعات مختلف دیگه هم توی این 2 تا دوره 4 ساله بوده و الان در واقع وارد دوره 4 ساله سوم شدیم. ما چطور حالا میتونیم دسترسی داشته باشیم روی نقاط پراکنش پلنگ؟ ما در حال حاضر 3 تا نقشه پراکنش داریم برای پلنگ در کشور. اینا اطلاعاتش موجوده، میتونیم روی نقشه صحبت بکنیم در موردش. خب خیلی عالیه، پس اگه میشه بریم سراغ نقشه ها. خواهش.